درود بر شما. ملتی که میره تو کف خیابونا تظاهرات میکنه و شعار فلانی برگرد رو میده، جاوید فلان رو میده و از رژیم میرپنج، از رژیم پهلوی حمایت میکنه و از دیکتاتوری آخوندی سپاهی که اعدام میکنه، تجاوز میکنه، قتل عام میکنه و از به زندانیان سیاسی در زندان تجاوز میکنه پناه میبره به رژیم میرپنج، رژیم پهلوی ساواک که تو زندانهاش کابل برق و مردم وصل میکرد، تجاوز میکرد، اختلاس بود. ملتی که بین دو تا رژیم آخوندی سپاهی و ساواکی پهلوی میرپنج گیر کرده و از آخوندی سپاهی پناه میبره به میرپنج و پهلوی و ساواک، اون ملت نادان هستش. زمانی اون ملت عاقل میشه که به دیکتاتوری های قاجار و میرپنج و پهلوی و آخوندی سپاهی و اینا رو بزنه کنار و به آینده بیاندیشه. تا زمانی که شما تو کف خیابون ها از رژیم های گذشته و رژیم های آینده حمایت کنید و شعار بدید، کشور ایران به آزادی و دموکراسی و رفاه اجتماعی و ثروتمند شدن نمیرسه. مردمش ثروتمند نمیشن. این ویدیو رو چند بار گوش کن. تکرار میکنم، تویی که میری تو خیابون که از رژیم آخوندی سپاهی که تجاوز میکنه تو زندانهاش، اعدام داره، اختلاس میکنه، جنایتکاره، پناه میبری به رژیم های گذشته که اونها هم اختلاس میکردن، کابل برق وصل میکردن به زندان سیاسی، شلاق میزدن، جنایتکار بودن، ناخون میکشید ساواک، پناه میبری به رژیم های گذشته، تو لیاقت آزادی، رفاه اجتماعی و ثروتمند شدن نیستش. و تمام کسانی که تو این راه کشته شدن نادان بودن. همین. و تاریخ هم قضاوت خواهد کرد اقدامات شما رو و جهالت شما رو. تکرار میکنم، ملت باید از دیکتاتوری های گذشته عبور کنه و به دیکتاتوری های آینده فکر نکنه. تا زمانی که تو خیابون ها شعار میدی و از دیکتاتوری ها